استاد خیلی عالی، خیلی عالی. چقدر جالب است این شعر دل نظر و نیاز در طالبای شعر. درسته استاد؟ یعنی از آقا از ائمه خوانده که وره خیلی جالب است. تو هم بیشتر شعرهای مازندران ما می‌بینی که از اینجور به خاطر همینه که در ادبیات ایران کلا در ادبیات شاعران نویسندگان هر چیز رو با نام خدا شروع کردن، چرا که از برترین و بالاترین موجود عالم توسل گیتنه، یعنی با تکیه بر همچه موجودی نوشته ها رو شروع کردن. بله. و خب گوش عزیز، گوشوار عزیز، خداوند عزیز، بنابراین آفریده هایی که در سلسله مراتب بعدی دینو شامل حال بزرگان دین اینا بوننه، اینا کسانی بینه که بشر وقتی دسترسی به اینها داشته برای رسیدن به آرزوهاشون، به هدفشون بهشون پناه یاردنه. و مثلا در طالب و زهره یک جا دیگه طالب شهر که نه خسته بونه اصلا کوه و بیابون و همه را قسم دینه، بعد شونه به سمت امامزادهی که خب طالب زهره چو آمولی بیه به امامزاده قاسم و امامزاده ابراهیم و اونجا چیز پناه که از بشون خانه تا وره در راه رسیدن به وصال و عشق کمک ها کنه. شما درست فرمودید. بله بسیار عالی استاد علمباز عزیز. فکرم به که یه چیزی داره بره به یک دقیقه کار ما بتونیم وقتی یه دقیقه تا 2 دقیقه تو کار بیات ترک اگه موافق باشه اجرا کنی ها، یه کاری که تو برخونه 300 این کار خیلی خوبه. محمد خان عطف حواصل بیات ترک داده ما بر اجرا کنیم که از حضور استاد بیشتر برنامه باشه.
باغین پله بسازین منام دلبر دل بسازین های برو های نشو های برو های نشو پاییز هوا ترا اسفارم به جان قهدان آق دوست خون بخر و نازنینم به خاطر در سر من موندنینم اگه گنده که عاشق باشنینم بکشین عاشق تقدیر همینم های برو های نشو های برو های نشو بلبل بهیمه بلبل بهیمه تبسه آرزو بدل بهیمه تبسه آرزو بدل بهیمه به 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 به